بسم الله الرحمن الرحیم. درس گذشته آیت 153 با آمده مانده. آره، الله در این آیت میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای آنهایی که ایمان آورده اید، وقتی به شما مصیبت میرسد برای تحمل کردن و صبر کردن مصیبت با صبر کردن و با نماز یاری جویید. یعنی در وقتهای مصیبت چیکار کنم که من صبر کنم، چیکار کنم که مصیبت مرا نشکند، چیکار کنم که مصیبت مرا نابود نسازد. وقتی سوال میدهید الله چی میگوید؟ استعینوا بالصبر والصلاة، یاری جویید، یاری طلب کنید با صبر کردن و با نماز خواندن. ان الله مع الصابرین، همانا پروردگار همراه صابران است. پروردگار همراه صابران است. اکنون همینجا ببینید که خواهران عزیز، در ما نماز است و در ما صبر است. آره، و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره حدیث است که وقت مشکلی می آمد پیامبر زود به نماز می شتافتند. یعنی با نماز خواندن برای مشکلی خود چاره می جستند. و نماز فقط برای عبادت پنجگانه نیست. از این میبراید که شما میتوانید برای صبر کردن، برای آرامش پیدا کردن چیکار کنید؟ به نماز بشتابید. و میدونیم که بعضی ها میگوین الان دلم میکفد، میترکد اگر با یگان کس صحبت نکنم، من باید درد دل خودم را به کسی گویم. اما آیا هست کسی مثل پروردگار که درد دل شما را بشنود، چاره اش را هم به شما بدهد و این چونین هرگز نه منت کند که من به تو کمک کردم، نه سیر و اسرار شما را به کسی گوید. به کسی می رویم محتاجی خود را می گوییم، یک بار نه یک بار خواه ناخواه منت می کند، یا به کسی خبر می دهد، یا بعضا طعنه می کند. اما این پروردگار است که طعنه برایش حرام است، منت برایش حرام است. برای همین وقتی مصیبت میرسد خواهران عزیز، اولین چیز این آیت به سر بیاید: استعینوا بالصبر والصلاة. شما با نماز برای مشکلی هایتان کمک بجویید، نماز خوانید و در نماز با پروردگار راز و نیاز کنید، مشکلی ها را به درگاهش ببرید. اگرچه او علیم است، از همه چیز با خبر است، ولی باز هم دوست می‌دارد صدای شما را بشنود. و میگوید و با صبر کردن. میدونیم که ما 3 نماد صبر داریم. به فکرم پیشتر هم گذشته بودیم. صبر برای اطاعت کردن پروردگار، صبر برای دوری از گناه و صبر در مصیبت ها و تمام نماد این صبرها از صبرهایی هست که الله میگوید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آنهایی که صبر کردن اجر آنها را من به همه اجرهایشان وفا میکنم، یعنی اجر آنها بی پاداش نمیماند. و نگاه کنید به این آیت که چی هست. برای یک مسلمان راهی هست که الله میگوید با صبر کردن و با نماز خواندن تو از مشکلی ها رها میشوی، راه چاره تو هست. ولیکن صبر چی هست خواهران عزیز؟ صبر این است که راضی شدن به تقدیر الله، پیش بنده های الله شکایت نبردن. چرا سری من این مشکلی آمد؟ چرا من باید این را ببینم؟ فلانی را بین، این مشکلی فقط با من است. یعنی این شکایت است. بعضی ها میگن من صبر میکنم، اما همیشه ناراضگی در زبان آنها هست. کاش به جای این میشد، کاش به جای وی این میشد. هرگز نمیشنوید که بگویند که من راضی هستم به تقدیر الله و هرچی هست از سرنوشت است و این چونین به کسی شکایت نمیبرم از اینکه پروردگار این را به سر من آورد. در دوامش الله چی میگه؟ ان الله مع الصابرین، پروردگار همراه صابران است. و آنهایی که در مصیبت ها صبر کردن، این چونین برای عبادت ها صبر کردن، برای گناه ها صبر کردند و به گناه دست نزدن، پروردگار اجرش را خودش میدهد. در دوام آیت 154 بقره الله میگوید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. و هرگز به کسانی که در راه الله جان خود را دادند آنها مرده اند نگویید.
آنها زنده هستند اما شما حس نمیکنید زنده بودن آنها رو. یعنی الله مژده میدهد به هر کسی که در آن زمان، در زمان پیامبر، پسرش، همسرش، برادرش، یگان نزدیکش میرفت و در راه جهاد همراه پیامبر وفات میکرد. و این چنین به تمام نفرانی که برای اعلای کلمه الله جان خود را از دست میدهند در راه الله به خاطر الله. الله میگوید اینها نمردند، اینها زنده هستند ولی شما حس نمیکنید. و در این باره در ما حدیث است در صحیح مسلم که ارواح شهدا، روح یک انسان شهید که تا امروز یگان علم اثبات نکرده است که روح چه خیلی چیز است. ما میدونیم انسان از جسم و از روح عبارت است، آره، و روح هنگام خواب از ما بیرون می شود، بدن داخل می شود. وقتی مرگ کلا از ما خارج می شود که جسم ما دیگر قدر ندارد بدون روح. هیچ کس نمیدوند از چی ساخته شده است، چه خیل هست، چگونه است، اما همه میدونند که روح وجود دارد. و الله میگوید، ببخشید، در صحیح مسلم پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند ارواح شهدا در داخل پرنده های سبز جنت هستند که آنها روزانه در جنت پروردگار سیاحت میکنند. بگاهی روز باشد می آیند و در حلقه هایی که به عرش آویزان است در آنجا میمانند. و وقتی پروردگار به آنها میگوید چیزی دیگری میخواهید، آنها میگویند چی خواهیم که همه رو تو دادی به ما، اما میخواهیم که باز به دنیا برگردیم و باز یک بار دیگر شهید گردیم. سبحان الله، کسانی که در راه الله جان خود را دادن اینقدر به نعمت الکی پس از مرگ در عالم برزخ الکی آنها اینگونه صاحب نعمت میشوند که میگویند باز میخواهیم دوباره به دنیا برگردیم و این شیرینی جان دادن را در راه تو بچشیم. و میگذاریم به آیت 155 و 156.